خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه. امروز من میخوام برم به یوتیوبرهای ماینکرافتی نظر بدم که زیاد نظرمو جدی نگیرید و اینکه بریم سراغ ویدیو. الان ما اینجا گرم داریم. اولین دورمندز توی این روزا خیلی خوب شده و با دوستش گوگلی ویدیو میگیره و خیلی اوکیه به نظر من و الان به نظرم رتبه خیلی خوب رو میگیره. بعدی اولدرا گوگلی خیلی به نظرم ویدیوش به سبک دورمندزه و این دوتا با هم خیلی میخونن و به نظرم این رو هم کنار گوگل بذاریم، خیلی خوب. بعدی بربری تنها یوتیوبره که من میبینم فقط ویدیو شورت میذاره و اینکه ویدیوش من حال میکنم، خیلی حال میده و به نظرم اینو هم بیا بذارم، خیلی خوب، خیلی خوب. و بعدی تو اول اینو بگم که بنده میخوام قبل از تابستون به 1K ساب برسم و خوشحال میشم که ساب و لایک کنید. بریم سراغ ویدیو. خب داشتم میافتم تو رو من زیاد باش حال نمی کنم، حالا به دلایلی حالا خودتون شب بدونید و به خاطر همین بنده میخوام بهش بذارم توی متوسط. و بعدی امو هیدر ویدیوشو خیلی تمیز میذاره ولی من اونم باش حال نمی کنم و رتبه خیلی بدی رو میذارم، یعنی رتبه بد، چون که شاید حقش باشه شاید هم نباشه. بعدی امو قیصر که کلن اصلا ماینکرافت رو احساس میکنم ول کرده، فقط داره میذاره. به خاطر همین من بهش رتبه خوب رو میدم، یعنی همون متوسط، خوب نه، رتبه متوسط رو میگیره. بعدی شینوبی رو من باش حال میکنم، ویدیوش میبینم، خیلی هم عالیه و همین خیلی خوبه. بیاد گاد ولی نیست به جاش، پس میذارم توی خیلی خوب کنار این 4 تا بزرگوار. بعدی تاپ پلیر اون نقش هایی که داره خیلی باحاله و من باش حال میکنم، به خاطر اون نقش ها خیلی جذاب شده و بهش نمره خیلی خوب رو میدم، خیلی خوب حقشه. بعدی هویج با پیگی و میگو اینا خیلی ویدیو میذاره و ویدیوش هم جالبه خوده و اونو هم من میخوام بذارم توی خوب. و بعدی فورهیل رو نشناسید ولی واقعا بازیش خوبه و اوکیه به نظر من و فورهیل رو من میخوام بذارم توی خوب. و حجت رو که اصلا فکر نکنم بیاد بهش نظر بدم، شاید خودتون بدونید چرا، و میخوام بهش بذارم توی خوب یا متوسط، نمیدونم، بین این دوتا گیرم، میذارم توی متوسط، به نظر خود. بعدی فری چون که این روزا خیلی عالی و سرور زده توی این روزا، من میخوام بهش نمره خیلی خوب رو بدم چون که ویدیوش اوکیه. زولبیا هم میذاش ولی الان دیگه ویدیو لانگ رو میخواد شروع کنه و شروع کرده و به خاطر همین من میخوام به این بزرگوار نمره گاد یا خیلی خوب رو بدم. خیلی خوب نه، گاد خیلی خوب، نمیدونم، خیلی خوب رو میدم آقا، خیلی خوب. بعدی شینوبی رو من دوست دارم، خیلی هم دوست دارم و میذارمش توی زولبیا میذارم توی گاد و شینوبی رو میذارم توی خیلی خوب. اسی رو من دوست دارم، خیلی هم عالیه و اینو بدون شک من بیا بذارم توی گاد و خیلی خوشحال میشم لایک و ساب یادتون نره و اینم از ترکیب بهترین یوتیوبرها.